انسان‌هایی که پیش از رمضان یعنی که همدیگر قطعی گپی نیستن یعنی که به سبب جنگ چیدنشون قهری هستن روزه اینها چی میشه استاد؟ به هر حال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه برای مسلمان حلال نیست، یعنی حرام است که برادرش را زیاده از 3 روز ترک کند، یعنی از 3 روز زیاد همراهش ناگپی باشد. 3 روز اجازت است تا اینکه غضبش خاموش شود، تا اینکه آن جنگ ها را فراموش کند. 3 روز اجازت است، لیکن از 3 روز زیاد حرام است، گناهکار میشد. گناهکار که شد الله تعالی میگوید که انما یتقبل الله من المتقین، الله تعالی از تقوادارها قبول میکند. خواهید که عبادتتون قبول شود، بله عذر پرسیدن گاها مشقت است. آمده یک دهند خطاگی از من شد، عذر برادری عزیز مرا ببخش گفتن دشوار است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم گفتن که و خیرهما، بهترین همین 2 آدم در نزد الله تعالی آنی که با سلام یکم شروع میکند. اگر خواهید که شما در نزد الله تعالی بزرگ هستید یا همون برادر خواهید که فهمید، ببینید که کدام شما اول سلام میدهد و اول سخن را آغاز میکند. فهمیدید؟ برای همین اگر خواهید که در نزد الله تعالی نزدیک باشید و الله تعالی در نزد الله تعالی بهترین باشید، رفته سلام داده یعنی همراهش صحبت کنید و عذر پرسید. اما روزهش امید میکنیم که روزهش صحیح است، روزه از ذمه‌اش ساقط میشود، ولی قبول میشود یا نه این علم غیب است. والله اعلم. تشکر می‌کنم. سلامت باشید. استاد اگر همون نفری که مثلا خفاش کردگیم بیم بنوشه بودم خیلی باشه بعد هیچ خیمشه استاد اگر قطعی زاره همون کار خار کرده باشیم همون نظر اسلام برای گناه هجر کرده باشید، برای گناهش اون مثلا منوشه بعد همه اگر مثلا میگم مثلا بنموزه نه بله. در این حالت از گذشتگان از علما ثابت است حضرت عایشه با حضرت علی تا آخری عمرشان میگن سخن نکردن. برای چی میدونید؟ وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حادثه افک شد، حادثه تهمت حضرت عایشه شد، با کلانها مصلحت نکردند، با ابوبکر و عمر مصلحت نکردند و با جوانان مصلحت کردند، با اسامه ابن زید مصلحت کردند، با علی ابن ابی طالب. اینا جوانا بودند. در این خیلی مسئله ها جوانا هوشیارتر است. مثلا موی سفید گوید که دختری فلانی چه خیر است، گفته اگر برای خواستگاری پرسید که دختری فلانی چه خیر است، بسیار خوب است، میگه پدرش آدمی خوب است، مادرش آدمی خوب است. گفته عموم بهای خوب میته موی سفیدا. باید جوانای پرسید، هم سن و سالاشه، اونا با خبر هستند از همه نازکی ها. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مسئله جوانا را پرسیدند، بزرگا را مصلحت نپرسیدند. بعد حضرت اسامه گفتند که امسک علیک زوجک، همسر خود را مستحکم دارید حضرت عایشه را، او عیب ندارد. گفتند حضرت علی گفتند که یا رسول الله تا اینکه در دلتان شبهه نماند طلاق دهید. گفتند یعنی عایشه را تهمت نکردند حضرت علی، و فقط پیامبر صلی الله علیه و سلم در وضعیت بی‌نهایت وزنین بودند. مشقتی که در طول حیاتش از همه مصیبتی وزنین برایشان همین حادثه بود. برای همین برای دفع همین شبهه در قلبشان حضرت علی مصلحت دادند که طلاق عایشه را دهد. بعد حضرت عایشه دیگه تا آخر عمرش قطعشان گپ نزدند. حتی در حدیث های بخاری هست وقتی که میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم بیمار شدن، عبدالله ابن عباس و یک مردکی دیگر از دو طرفی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتند و به مسجد میبراوردند و پایهای پیامبر صلی الله علیه و سلم به زمین روفته میرفت. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در
کتف آنها که بودن زمین را پاهاشان رفته می رفت، یعنی قدرتی راه گشتن نداشتن. به نماز جماعت همین خیلی برآوردن. عبدالله ابن عباس و یک آدم دیگر گفتن، همه آدم دیگر که میدونی گفتن، بعضی راوی نه گفتن که علی هست، گفتن حتی نامش نمیگرفتن دیگر. یعنی این از حضرت عایشه هست. و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم من با وحشی گپ نزدن تا آخری وفاتشان. امام احمد با یحیی ابن معین گپ نزدن. وقتی که یحیی ابن معین قرآن مخلوق گفته صاف شد از در فتنه خلق قرآن، تا آخری وفاتشان با یحیی ابن معین گپ نزدن. یعنی برای زجر، برای تنبیه. کی؟ وحشی اما آدمی که حمزه رو به قتل رسانید. بله. کسی اگر اصل این است که باید از 3 روز زیاد ناگپی نباشید. از 3 روز زیادش حرام است. کسی که از 3 روز زیاد اگر گپ نزند روز قیامت پرسیده میشد. مرحمت اگر جواب داشته باشد، مانند امام احمد، مانند جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، مانند حضرت عایشه، اگر جواب در پیش الله تعالی جرأت و قدرت جوابگویی داشته باشد، دلیل داشته باشد، مرحمت از اصل بیرون برآید. اصلا گوشت خوک حرام است، لیکن برای اون شخصی که در بیابان مانده است و دیگه هیچی نداره برای خوردن و نوشیدن، براش یه مقدار الله تعالی اجازه داده است. روز قیامت میپرسد، میگوید که پروردگار من محتاج بودم، الله تعالی میبخشد. خلاصه کسی که اگر از 3 روز زیاد گپ نمیزند، یعنی به جوابگری هم آماده باشد، دلیل داشته باشد. یعنی برای اصل حجر برای تنبیه است. اگر شما یک کسی قطیش گپ نزنید و این درس شود و این زجر شود برایش، خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمان ها رو از گپ زدن با کعب ابن مالک و 2 نفر همراهانش منع کردن، 50 روز همراهش کسی گپ نزد، بسیار مصیبتی وزنین بود. زمین با وجودی وسیگیش برایشان تنگی کرده بود. این از 3 روز زیاد گپ نزدن، 50 روز گپ نزدن، تاثیر کرد، فایده داد. اگر همین خیل باشد بعد اجازت است. والله اعلم.